اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه. به نام الله بخشنده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان و شنوندگان عزیز برنامه های ما، امروز در روز جمعه مبارک همراه شما عزیزان با یکی از موضوعهای مهم دیگری عائلوی خواهیم صحبت کرد. آن هم موضوع سکوت در برابر ظلم در عائله، یا اینکه وقتی در عائله ها یک نفر به نفر دیگر بر علا ظلم میکند، چگونه با آن نفر ظالم باید مناسبت کرد، معامله کرد و چیکار کنیم که در داخل خانواده نه خود ظالم باشیم و نه مظلوم باشیم، و این چنین چیکار کنیم تا اینکه وقتی کسی به کسی ظلم میکند آن را ندیده نگیریم، بلکه از دست ظالم بگیریم و کمک به مظلوم کنیم. پیش از همه میدانیم و برای این تقریبا دلیل هم لازم نیست که انسان تأثیرات اخلاقی خود را اولا از جای میگیرد که در آنجا بزرگ شده است. کودکی که در یتیم خانه بزرگ شده است، او با یک اخلاق خاص خود به وی میرسد، برای آنکه او در محیط عائله بزرگ نشده است. و کودکی که همراه پدر و مادر و عائله با معرفت و دیندار با اخلاق بزرگ شده است، اخلاق او تماما از دیگر کودکان فرق میکند. و این چنین کودک هایی که در محیط خیلی جنجالی و در محیط بد اخلاقی بزرگ شدند، از رفتارشان، حتی از نگاهشان، از نظرهای آن کودک ها انسان حس میکند که این کودک تربیه خوب ندارد. برای همین هم همیشه به ما وقتی بد اخلاقی نشان داده میگن تو در کجا تربیه یافته ای، یا اینکه پدر و مادری که تو را تربیه کرده است اصلا کیها هستند. و اینجا چیزی دیگر این است که همه میدانیم که به عائله هم انسان زندگی کرده نمیتواند، و برای آن که یک شخص هم جسماً سالم باشد هم رواناً سالم باشد، او نیاز به عائله دارد. و از زمانی که کشورهای غرب از اروپا و امریکا علیه عائله برپا کردن جنگیدند و تا توان آزادی گفتند و عائله برپا کردن را یک اصول قدیم یا اینکه یک مود خیلی خیلی دیرمانده گفتند و گفتند هر کس میتواند بدون عائله بزرگ شود، زندگی کند و بدون عائله شما آزادتر هستید. میبینیم که چقدر بیماری افسردگی یا اینکه همان دپرسیا در آنها افزوده است که همه ساله تعداد خودکشی در آنها زیاد است، اون هم از طرف نفرانی که عائله ندارند یا در مکان محیط به نام عائله فقط زندگی دارند. یعنی آرامش برای یک انسان، علل خصوص آرامش اعصاب و روانی، اساساً از جهت خانواده می شود. و یک انسانی که تک و تنها زندگی می کند هرگز گفته نمی شود که او خیلی در محیط آرام است و خیلی رواناً و جسماً خوب است، در حالی که اساساً به بعضی از جنایات ها یا به بعضی از بیماری های خیلی خیلی دهشتناک روانی نفرهای گرفتار می شوند که تک و تنها زیاد زندگی می کنند. از این لحاظ عائله هم برای دین انسان که کامل کننده دین است و هم برای جسم و برای روان انسان خیلی خیلی نقش مهمی خود را دارد. و بدون عائله انسان اگرچه پیش رود هم با هزار و یک صعوبات و مشاکل پیش می رود. و البته که یک انسانی که در عائله خود زندگی خوب دارد، از چهره او دیگر شما می توانید بها دهید که این در یک محیط آرام و آسوده زندگی می کند. برعکس این وقتی انسان های غضبی و خیلی خیلی عصبانی رو میبینیم، میتوانیم بگوییم که او یا در یک عائله عصبی بزرگ شده است یا الان در یک محیط زندگی دارد که اطرافش خیلی خیلی ناآرام می باشد. و انا همین گونه باید هر یک انسان برای خود، برای اینکه جسماً و روحاً سالم باشد و البته از لحاظ دین هم به گناه دست نزند، یک عائله خوب برپا کند. و شکر پروردگار که در
کشور ما در کشورهای مسلمانی، البته در کشورهای آسیای میانه، اوئیلا هنوز هم برقرار است و مثل اروپا یا اینکه مثل روس ها که الکی در آنها اوئیلا ها پوره شده رفتن رو در روس ها هم شروع کرده ایستاده است، در ما اوئیلا هنوز قوی هست و وجود دارد. یعنی ما بدون اوئیلا تصور کردن نمیتوانیم زندگی را. فقط مصیبت در آنجا هست که ما فراموش کرده ایم کلمه ظلم در اوئیلا رو و یا عدل و انصاف کردن در اعضای اوئیلا یا در داخل اوئیلای خود را. پیش از همه معذرت میخوام که یکم سرماخوردگی هم دارم، شاید سلفه هم زیادتر شود، از خیلی معذرت میخوام از شمایان عزیزان. و اینجا مایان اوره خیلی پایبند اوئیلا هستیم و ما این سنت و عنعنه خود را از دین خود و این چنین از فرهنگ خود میدانیم و یک انسان تاجیک، یک زن تاجیک بدون اوئیلا خود را بدبخت‌ترین انسان حس میکند، یک مرد تاجیک هم. ولی مشکلی در این است که ما کلمه ظلم را بیرون از خانه میدانیم، یعنی ظلم در حکومت، ظلم در جای کار، ظلم در جامعه، اما ظلم در داخل خانه رو زیادی ها فراموش کردن. وقتی میگویی بالای فرزند خود ظالم نباش، بعضی گمان میکنن که چرا من پدر هستم، من مادر هستم، من ظالم نیستم، این حق من است، این حق پدر و مادری من است. و این چنین وقتی به بعض شوهرها گفته می شود که بالای همسری خود داری ظلم میکنی، نباید این گونه معامله کنی، مردهایی هستم که میگن من شوهر هستم، من شوهر هستم، گویا که وقتی تو شوهر هستی همه چیز برای تو اجازه است. و از این لحاظ خواستم امروز درباره سکوت در برابر ظلم در خانواده صحبت داشته باشیم. بیایید ببینیم که همان پروردگاری که ظلم را حرام کرده است و میگوید اینی حرمت ظلم علی نفسی و جعلت بینکم محرمه، ای بنده های من ظلم را برای خود حرام کردم، من کسی از شما را با ظلم و بدبختی گرفتار نمی کنم و یا از دچار عذاب نمی کنم و این چنین من ظلم را بین شما حرام کردم. این ظلم عام است که پروردگار حرام کرده است. چی ظلم بین پدر و مادر باشد، خواهر و برادر باشد، فرزند و والدان باشد، زن و شوهر باشد، یا اینکه دیگر دوستی و دیگر خویش و توار دیگر باشد، یعنی تمام نماد ظلم را پروردگار حرام کرده است. اکنون امروز اگرچه ظلم عامتا حرام بودنش و یا گناه بودنش را هم پروردگار، هم الله ببخشید، هم پیامبر و ما خبر دادن صلی الله علیه و سلم، ولی باز جدا نمودهای ظلم را پیامبر به ما میگن. ببینید درباره اوئیلا در اول شده پیامبر صلی الله علیه و سلم بارها تاکید میکنن که شمایان دعای پدر و مادر خود را گیرید، شما هر چی دارید از پدر و مادرتون هست. و حتی وقتی فقط مادری که برایشان شیر داده بود به نزدشان می آید، پیامبر صلی الله علیه و سلم لباس خود را گرفته به زیر پای او می اندازند که این احترام به یک زنی بود که به پیامبر فقط شیر داده بود، نه اینکه مادر تولد کرده حضرت امینه بوده. و اینجا پیامبر گشته و برگشته میگویند به پدر و مادر خود نیکی کنید، حتی اوف نگوید. ظلم گجا رسد، اما عکسش رو بینید. به پدر و مادر میگن اتقوا الله و اعدلوا بین اولادکم، پدر و مادر، والدان، شما هم از الله بترسید، بین فرزندان خود عدل و عدالت کنید. یکی دختر رو از پسر پایانتر نشمارید، پسر رو قدرش رو از دختر بالاتر ندانید. یکی این فرزند خرده من حافظ قرآن گفته به اون زیادی محبت نکنید، یکی فرزند کلانی من به من نان بیاره که از گویان فرزند کلانی رو به آسمان نبرارید. بین فرزندها چه از لحاظ مادی چه معنوی عدل و عدالت کنید. اتقوا الله و اعدلوا بین اولادکم. فقط یک نفر میگن من به یک پسر هدیه دادم به دیگر فرزندام هدیه ندادم و شما شاهد باشید به این هدیه من، میگن نه من به این ظلم شاهدی نمیکنم. وقتی هدیه دادی به همش بدهید و این چنین در دوامش میگن از الله بترس و این کارو نکن. ببینید که اوئیله های زیادی هستند که فقط فرزند به خاطر اینکه او دختر است او حتی حق اختیار ندارد. اوئیله های زیاد هست که از اینکه فرزند کوچک است برای او حتی در کوچکترین مسئله ها حق نمیدهند که او چیزی که میخواهد بگوید. مشورت ها با فرزندان بزرگ است، کوچک ها نباید حتی در سر دسترخوان بنشینند.
یعنی این گونه حتی عائله هایی هستند که دخترک ها به نزد دسترخوان نآید یا فرزندهای خردسال به نزد دسترخوان نآید. اینجا فقط جای کلان ها هست. فرزندهای خردسال الکی از خردی بغض کینه نسبت برادر و خواهرای بزرگ پیدا میکنند، یا دخترک ها الکی از خردسالی نسبت دختر بودن خود نفرت میکنند و نسبت برادر خود که از برای او که او مرد است به مرا جدا کردن. یعنی این گونه عائله ها زیاد هستند و حتی حیران میمونید یک نفری که اینقدر ادعا دارد که او میخواهد که عدل و عدالت باشد، انصاف باشد، در داخل خانه خود بین فرزندها عدل و عدالت ندارد. بین فرزندها عدل و عدالت ندارد، چی زن باشد چی مرد. البته در زنها هم این مصیبت دیده می شود، در مردها هم. پس این ظلم بر علا هست. وقتی که به فرزندت چی کوچک باشد چی بزرگ باشد چیزی خریدی به یادت بیار دیگری هم اینجا مثل کوچک انتظار تو هست، دیگری هم چشمش و قلبش به تو هست که مرا هم دوست می داشته باشد، یا مرا هم فرزند می دانسته باشد، یا اینکه فقط با کوچک او، یا اینکه فقط با بزرگ، یا فقط با پسر، یا فقط با کسی که کمی او از جهت حسن یا از جهت عقل پیشرفته تر است. این مسئله بین فرزندان است. مسئله دیگر مسئله ای که ظلم از طرف شوهر به زن و یا زن به شوهر است. این رو ببینید در ما این گویا دیگر به یک قاعده کلی تبدیل شده باشد. این چی گفته می توانید؟ وقتی که ازدواج کردن تا 35-40 سالگی اکثریت ظلم را مرد می کند. پس از 45 سالگی و بعضا بعد از 50 سالگی اکثریت ظلم را زن به شوهر می کند. تمامی دشنام هایی که زن در اوان جوانیش از شوهرش میشنید با 1001 دعای بد و تحقیر و طعنه های دیگر پس از 15-20 سال 30 سال علیه شوهرش دیگر روان میکند، مثل بمب ها دیگر بالای سر او روان میکند. و میبینید که این نمود ظلم که در اول تو کردی بعداً من میکنم الکی به یک فرهنگ یا یک عادتی که کسی در این باره مثل یک ظلم و مثل یک چیزی که در حقیقت این کار گناه هست نگاه نمی کند. همه با تبسم وقتی یک زنی 50-55 ساله گفتیم 60 ساله پیرمرد خود رو دشنام میکند یا طعنه میکند یا به فرزندان خود بد میکند که این پدر بدبختت است، فرزندها تبسم کنن نگاه کرده میستن. کسی نمیگه مادر کارت درست نیست، مادر این کار رو نکن. برعکس این وقتی یک پدری 35 ساله یا اینکه 38 ساله عروسی خود را یا همسری خود را با تمام نمودهایش طعنه و دشنام میکند، یگان نفر در آن عائله چه پدر و مادر وجود داشته باشند چه خواهر و برادران با عقل و بزرگ نمیگویند که این گونه تحقیر نکن در نزد مردم، کارت خوب نیست، بی آبرویش نکن، ناموس او حرام است، آبروی او را رسانیدن حرام است، او همسری تو است، گویا که خودت را تحقیر کرده ایستاده ای، او مادر فرزندات. این رو نمیشنوید. این یک فرهنگ و اخلاق عادی شده است که مرد دستگر زنش را دارد در نزد همه یا شتکوب میکند یا دشنام میکند و برعکس بعد از پیران سالی دیگر زن هم حق دارد که این مرد را هرچی میگوید بگوید. اما بیخبر هستیم که این کارهایی که میکنیم، یعنی این نمود فرهنگ و این نمود اخلاقی که در داخل عائله هست به فرزندها چه تاثیر میرساند. همین به نزدیکی بود عروسکی که برای برده نان چقدر حقارت شنید و در رادیوی آزادی هم در بورش نوار ساختن که واقعا دستشان در نکند که یک درد جامعه رو نشان دادن واقعیت را که این گونه واقعیت ها میلیون هست، نمیگویم 1000 میلیون هست و همش پنهان است. اونجا چند نفر به این خیلی واکنش نشان دادن، اما چند نفر دیگر خیلی با یک نظری عادی. خیر شاید این زن هم یکون گناه داشته است، عروسک شاید یک گناهی دارد که این کار به او شد، این گناه شما رو بد نکنید. اما آیا به خاطر گناه توی دختر یک نفر رو میتوانی اینقدر تحقیرش کنی، دشنامش کنی؟ خیر او گناه کرد، چیزی دیگر کرد، اما گناه مجازات خود را دارد و مجازات هم فرهنگ و اخلاق خود را دارد. نه این با این نمود یک فرعون صفتی و جادوگری که این نمود یک نفر رو تحقیر کرد که بعضی ها به این کاملا، من یک چند کامنت ها رو خوندم که عموما عادی نگاه کرده ایستادن، در حالی که دهشت است، وحشانیت هست، حیوانگری هست وقتی که یک انسان رو به خاطر برده اینان اینقدر تحقیرش میکنید و این رو میگیم یک چیزی عادی هست که بوکی ندارد عائله ویران نشود. یعنی از پدر و مادر، یعنی
شوهر به زن ظلم کردن گویا که چیزی عادی است. او شوهر است. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند انظری منها، وقتی به زن میگن که منهو، به شوهر خود نگاه کن، او جنتی تو است و دوزخی تو است. حدیث آره در مسند امام احمد است. اما او با کدام شوهر؟ نه به شوهری که شب روز تو را حقارت میکند، نه شوهری که در نزد همه میتواند آبروی تو را ریزاند، نه شوهری که در حیاتش نمیتواند نام تو را به دهان بیارد برای آنکه او به حقارت عادت کرده است و همیشه با یگان دشنام دیگر به زبان می آورد. و برعکس این زنهایی که سین سالشون رفت دیگر فراموش کردند که همون غیبتی که الله حرام کرده است، غیبت شوهر هم داخل او هست. در همه جا سیر شوهر را گفتند، در همه جا او را بی آبرو کردند، در نزد نبیره ها و در نزد فرزندان پیرمرد را هرچی به دهانشان آمدن گفتند که این سزای همان ظلم هایی که در جوانی به ایشان کرده بود. یعنی این ظلم های است که پروردگار اینها رو همه نمودش رو حرام کرده است. و در ما حدیث در مسند امام احمد است: من عمل سیئتا یجزا به فی الدنیا. اینجا سیئات به گناه کبیره معنا دارد. هر کسی که گناه کبیره میکند در دنیا جزایش رو میبیند. گمان نکنیم که هر کاری که ما میکنیم دیگر با همین تمام است. یعنی ظلم در داخل عائله حلال است، غیبت در داخل عائله حلال است، مسخره کردن و تحقیر کردن حلال است. یعنی هر کاری که بالای زنت میکنی بر برابر این در نزد پروردگار جواب میگویی در همین دنیا و در آخرت. و هر کاری که نسبت شوهر خود کرده در همین دنیا و آخرت جواب میدی. و این قاعده باید در ذهن یک و یک ما و شما باشد. و چیز دیگر، مسئله مصیبتی از همه بدتر و بزرگتر بین زنها الان که سالهای اخیر در زیاد یا زن دوم و سوم و چهارم گرفتن دیگر انعنه است. البته این پیشتر هم من گفته بودم که حاشا لله که من ضد این سنت باشم یا ضد این فرهنگ اسلامی باشم، برای اون که در این باره آیت هست: فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی و ثلاث و رباع. هم پیامبر صلی الله علیه و سلم زیاد همسر داشتن. ولی مسئله این است که از اینکه مردم شاید به این آماده نیستند و یا از اینکه مردهایی که گویا که میتوانند و اما در اصل از عهده یک زن هم نمیبرویند زیادتر به زن دوم دست میزنند. زیادتر، نه همشون، یعنی کاملا به همه گفتن این حکم کلی دادن هم از روی انصاف نیست. میبینید که زن یکم و دوم و سوم بین خود همه نمودی ظلم رو حلال دیدن. زن دوم میتواند به نزد جادوگر رود، زن یکم میتواند عکسای اوریان زن دوم رو به همه جا پهن کند، زن سوم میتواند تمامی عیب خواهر و برادر و پدر و بابا و بیبی زن دیگر رو به همه گوید. گویا که این حلال است. خواهری رو میبینی از نماز تهجد میپرسد. و الله قسم من این گونه خواهرها رو اینقدر زیاد شناختم. از نماز تهجد میپرسد که در نماز تهجد من چگونه دعا کنم. در حیاتش میبینی زن دوم شوهرش رو همه نمودی دشنام رو میکند، همه نمودی دشنام رو میکند، همه نمودی تهمت رو میکند. برعکس این زن دیگر رو میبینی، زن یکم است، در روزه های نافله‌اش در جاش، حجاب اسلامیش در جاش، نمازش در جاش. اینقدر درباره زن دوم شوهرش و درباره شوهرش صحبت میکند که گمان میکند که این انسان یگان خیلی بالای زبان خود کنترل کردن نمیتواند. یک زنی هست که از این بدبختر انسان رو نمیبینی. پس فایده نماز و روزه و حجاب و قرآن تو چی است وقتی تو تهمت رو حلال میدانی بالای شوهرت، تهمت رو حلال میدانی بالای زن دوم شوهرت، بالای فرزندان شوهرت؟ کجا می رود آیت هایی که پروردگار حرام کرده است تهمت را؟ ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين آمنوا لهم عذاب الیم في الدنيا والآخره. وقتی تو دوست می‌داری یک نفر رو شرمنده کنی، یک نفری مسلمان رو شرمنده کنی، الله میگوید برایت عذاب دردناک است در دنیا و آخرت. وقتی تو میخوای یک نفر رو به آبرو کنی، یک نفر رو شرمنده کنی، یعنی غرض از کل عیب و از تمامی نقصان های زنی دیگر شوهر رو گفتن چی است؟ او رو شرمنده کردن است و خود رو به عیب نشان دادن است که این رو برای خود زیاد خواهرها حلال دانستند. همون گونه که یک زنی بیگانه مسلمان رو، خواهر خودت رو، خواهر زاده خودت رو عیبش رو گفتن عیب است، او بیچاره رو هم عیناً همین عیبی او چی بود که اینجا همه این تهمت رو بالای او میگذاره. مسئله رشک مسئله دیگر از رشک بین همسران پیامبر بود، اما تو این اندازه نبود که حتی به زنا هم دیگری رو تهمت زنند. به زنا تهمت زنند. بعضیا میگویند بیوه، در حالی که در جنوب تاجیکستان کلمه بیوه
انسان‌های فاحشه رو ببخشید میگویند زیادتر، یا بعضی که کلمه های بیروحه یا یک کلمه های دیگر رو میگن. یک چند سوال یک چند خواهرها در من هست در تلفنم، شوهری من رفت و یک بیوه رو گرفت. با کدام من بیوه؟ یعنی زنی مطلقه رو گرفت یا اینکه زنی بیروحه رو؟ هر دو رو در یک معنا میدهند. خواهرم یعنی تو چه اندازه میتوانید این گونه تهمت رو بار کنید به سر یک زن و بدون هیچ ترس که گویا که برای شما از طرف پروردگار یک آیتی مخصوصی آمده است که نه برای تو حلال است که هر کسی که زنی همسر تو می شود به دهانت هر چی آمد بگو. این مسئله دیگر هست. مسئله دیگر بعد از طلاق که در این باره گفته بودیم، ما فراموش میکنیم که پیش از طلاق با هم زندگی کردیم. زن و شوهری که از هم طلاق گرفتند و جدا شدند کلی ظلم رو بالای همدیگر حلال میدونن. تمام نمودی دشنام رو به همه انواعش، همه نمودی تهمت رو، بجز این باز یک چند نقشه های برای نابود کردن عائله آینده ها از طرف جادوگران باشد، از طرف خبرکشی باشد، چیز دیگر ها، در حالی که پایان این ظلم ها ظلمات است. پایان این ظلم ها ظلمات است که در دنیا میبینید. کسی که از پای یک نفر می شود به خاطر مشکلی هایی که پیشتر داشت، اون هم از روی عدل و انصاف نه از روی زیادی به او من ضرر برسانم گویان، او روز خوبی را نمی بیند. و مسئله دیگر مسئله عروس خوشدامن است، یعنی یک ظلم بر علای دیگر. گویا که دیگر اجازت اومد که کلین هرچه خواهد خوشدامن خود را بگوید و عکس آن دیگر اجازت هست که خوشدامن هر چی میخواهد و میتواند نسبت عروسی خود میگوید، در حالی که بیخبر هستیم الکی این دو نفر صله رحم همدیگر شدند. این دو نفر در یک عائله هستند. بین اینها یک مرد بیچاره هست که آن مرد ملکیت یگان نفر اینها نیست. وقتی که یک عروس میگوید که شوهر من یکم صحیفه کتابش مادرش، دویم صحیفهش پدرش، سیومش خواهرش برادرش، در آنجا من هم هستم، فرزندان من هم هست، یعنی زندگی شوهر من فقط از من عبارت نیست. او پاره پاره یک چند نفر دیگر را در بر میگیرد و برعکس این یک مادر هم میگوید که من مادرش هستم، من بالایش حق دارم. اما زن او هم اینجا هست و جز من، زنش هم بالای او حق دارد، فرزندانش هم بالای او حق دارد. از طرف زنش یک چند محرم دارد، مادر زنش هست، پدر زنش هست، خواهر زنش هست، آنها هم عائله این هستند. او باید به همه اینها دستش برسد. چقدر مسئله با آسانی حل می شود. اما نه فقط اینی من هستی، از آن من هستی، کمپولت از آن من است، خودت از آن من است. بیچاره یک نفر رو ملکیت خود میکنیم و میبینیم که چقدر بدبختی ها هست، چقدر تهمت ها هست، حتی کشتن و نابود کردن ها هست بین عروس و بین خوشدامن یا بین عروس و بین خسر. پس این مشکل ها، این ظلم ها کجا می رود؟ یعنی وقتی اینقدر من میگویم عائله هایی که میگویند به ما از اسلام نگو، به ما از فرهنگ ایران و افغانستان و عرب نگو، و پیشتر هم گفتم که با این افراد من دیگر کار ندارم، شما و پروردگار، یعنی الله بین شما حکم میکند. اما زیادی بینندگانی بنده که عائله های فرهنگی و سنتی تاجیکی هستند و این چنین خواهر و برادران از ازبکستان و از بخارا و سمرقند و افغانستان، عزیزانی که مرا میشنوید، بیاید یک بار فکر کنیم در عائله و فرزند خود ظلم نکنیم، و همسر خود ظلم نکنیم، و مادر بیچاره خود، و مادر بیچاره همسر خود، و پدر خود، و پدر همسر خود. خواهر و برادر داریم، او شوهر هم یا او زن ما هم خواهر و برادر دارد. در حق کدام اینها ظلم کردیم؟ از همه این ظلم ها پرسیده میشویم، از همه این ظلم ها پرسیده میشویم و جزایش در دنیا هم هست. هیچ دیدید که کسی ظلم کرد و آسوده مرد؟ نه، او خواه و ناخواه جزایش رو میبیند. او خواه و ناخواه یک نفر میگوید که به خاطر همان ظلمهایش این به همین بیماری دچار شد، به همین کمبغلی دچار شد، به همین بیکسی دچار شد. این رو میبینید. برعکس دیگرانی که میگویند شریف و عزیز زیستند، در داخل خانه خود عدل و عدالت و انصاف رو آنها توانستند برقرار کنند، در بیرون هم. این دیگر مسئله. اکنون بیایید چی باید کرد؟ گفتیم این همه ظلم ها در ما وجود دارد. ظلم ها بین خواهر و برادر در این باره نگفتم، چون خواهر و برادر از هم دور می شوند و کمتر دیده می شود. ظلم والدان به فرزند.
برعکس این ظلم فرزند به پدر و مادر. فرزند چگونه به پدر و مادر ظلم میکند؟ وقتی همسر تو با پدر و مادر تو معامله خوب ندارد، همسر تو پدر و مادر تو رو بی آبرو میکند، در همه جا غیبتشان میکند، تا میتواند برای غمگین کردن این آنها حرکت میکند، تا میتواند نبیره های آنها، فرزندان تو و فرزندان خودش را از آنها دور میکند، تا میتواند تو رو از آنها دور میکند. اینجا عیب تو هست. تو مرد هستی، تو زن هستی، تو حق فرزندیت رو باید بجا بیاری و در اینجا نکته گذاری که این ظلم باید از بین رود. علل خصوص مردها، پروردگار به دست شما طلاق داده است، نه به خاطر اون که فقط پس از مرگ اون رو استفاده کنید. بعضی زنهایی هستند که بر علا بالای پدر و مادر شوهری خود قدم میمونند، بر علا از پی نابود کردن یک عائله هستند که میخواهند شوهر رو کاملا از خواهر و برادرش جدا کنند، کاملا از مادر و پدرش جدا کنند. هرچی که درآمدی شوهر است فقط از آن خودشان باشد. اینجا فقط پدر و مادر گریه کنان خوب میکند که چرا فرزندم و یا نبیرم به دیدن من نآمد، چرا محتاج هستم و به من پول نمیفرستد. اگرچه عیب اساسی در عروس باشد هم فرزند گناهگار است، برای اینکه به دست او پروردگار حل را داده است و در ما حدیث پیامبر است که الله اجابت نمیکند دعای مردی که در دستش طلاق است اما پروردگار زنی بدبخت مرا هدایت کن، گویان گریه کرده میگردد. در این باره حدیث آمدگی است. برعکس این زنها هم هستند که با پدر و مادر خود قهری هستند به خاطر شوهر، پدر و مادر خود را دیده نمیتوانند، محتاج از پدر و مادر، بیمار است، از پی آنها نمیشوند، بعدن گریه و زاری کرده میگردند که گویا مظلوم هستند. اینجا باید دست به کار شوی. هزار و یک راه است، هزار و یک راه است که دعای پدر و مادر را گیریم، چون این مسئله پدر و مادر مسئله عادی نیست. اکنون مسئله ظلم گفتیم، ظلمی که فرزند به پدر و مادر میکند، یا بعضی پدر و مادران در خانواده برعلا میکنند، یا ظلمی که به خشتامند کرده می شود یا عکس از طرف خشتامند می شود، یا ظلمی که بین زنها، یک مرد که یک چند زن دارد یا فرزندهای یک نفر می شود. این ظلم ها رو چگونه از بین بریم و چرا دارد این ظلم روز از روز زیاد می شود؟ یعنی یک نفر ظالم را دیده اید، بیاید مثال آریم، یک زن را دیده اید که هم به خشتامن خود ظالم بود، هم به خواهران شوهر خود ظالم بود، هم به شوهر خود ظالم بود، هم به عروسان خود ظالم بود. یک مرد رو میبینید، مرد هم به زن خود ظالم بود، مرد هم با خواهران خود یا مادر خود معامله خوب نداشت، به فرزندان خود هم، به کسان دیگر هم همین گونه. یعنی ظالم همیشه ظالم میماند. این خیلی نیست که به یک طرف خیلی ظلم کنیم به یک طرف خیلی عدل کنیم. انسانی ظالم در همه جا ظالم است. آره بعضا این گونه جهالت هست که همه ظلم رو به طرف زن میکنید، همه عدل رو به طرف خود میکنید. این گونه انسان ها هم هستن، اما عموما انسان ظالم در همه جا ظالم است. دست این ظالم رو چگونه گرفت؟ پیش از همه در ما حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم هست: انصر اخاک ظالما او مظلوما، تو به برادرت کمک کن، اگر ظالم باشد هم مظلوم باشد هم. وقتی میپرسن که ظالم مظلوم رو میدونیم، خوی نخوب او کمک میکنیم، ببخشید، اما به ظالم چگونه کمک کنیم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن خذ بیدی، از دستش بگیر، نگذار ظلم کند. بعضا در خانواده ها یا ترس از حد زیاد یا احترام از حد زیاد سبب می شود که ما نمیتوانیم بگوییم که این کار ظلم است نکن، یا اینکه عادات عرفی که ما رو بنابودی برده است. چگونه ای که گفتم، وقتی برادر در نزد همه همسر خود رو یا حقارت میکند یا یک کلمه تحقیرآمیز با نام پدر و مادرش میکند یا یک چیزی میگوید که عموما به حیوان هم روان است، همه عادی نگاه میکنند با یک تبسم شیرین، یک چیز عادی. اما این چیز عادی نیست، این ظلم بر علا است. در روز قیامت این مرد پرسیده می شود که به کدام حق این را گفتی و از حسناتهایش داده می شود به همان زنش. در ما حدیث در مسند امام احمد است، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن میدونید انسانی خسران شده و نابود شده که هست؟ اونی که پول ندارد؟ نه، اونی که تمام عمر نماز و روزه و حج و کارهای خوب کرد اما برابر این یکی را حقارت کرد، یکی را زد، یکی را دیگر مالش را گرفت، بالای دیگر ظلم کرد و مسخرش کرد. روز قیامت همه آن نفرانی که به آنها ظلم کرده بود حسنات او رو میبرند، هیچ چیزش نمیماند. اگر حسناتش نماند باز گناههای آنها بالای او
افدیده می شود. و در ما حدیث است که پیام الله سبحانه و تعالی هر کاری که بجز شرک دیگر گناه ها رو می بخشد. گناه هایی که بین تو و بین پروردگارت بود، یعنی در حق پروردگار بود، اما حق انسان ها رو الله نمی بخشد. مال کسی رو دزدیدی، این رو الله نمی بخشد. تو ظلم به آن انسان کردی، کسی رو حقارتش کردی، الله تو رو نمی بخشد. کسی رو غیبت کردی، الله تو رو نمی بخشد. برای همین پیامبر میگن همدیگر رو حلال کنید، از همدیگر بخشش پرسید، حلالی جویید. روزی میرسد که هیچ حلالی و بخشش دیگر قبول نمی شود. تنگه و دینار شما هم قبول نمی شود. روز قیامت مرا ببخش دیگر وجود ندارد. من ظلم کردم دیگر وجود ندارد. در آنجا یا حسناتت را میدهی یا گناه او را میگیری. در حالی که مردم از فرزند خود، از پدر و مادر خود حتی میگریزند که از من حسنات طلب نکنند. پس اینجا در داخل عائله بر علا عروس رو حقارت کرد چیزی عادی است. همه تبسم میکنند. شیر است دیگر، مرد است، مرد باید این گونه باشد. از این هم نامردی هست. از این هم نامردی هست که تو یک زنی که همسرت هست، مادر فرزندانت هست، در بین یک چند نفر آبروی او رو میریزانی، از او هم نامردی نیست. پس اینجا یک نفر عاقل خواه و ناخواه هست بگوید که برادرم این کار رو نکن. مایلش در نزد همه نگوید. وقتی میترسد که آبروی این برادر میرود، اگر یکی پولدار و دیگر آبرودار باشد، در نبودن دیگران نصیحتش کنید، گوید این کارت خوب نیست، او همسری تو هست، در نزد ما آبرویش رو میبری، او دیگر خودش رو کم حس میکند، آینده فرزندان تو هم این گونه میشوند. وقتی یک مادر به خود باور ندارد، فرزندانی ترسوی به دنیا می آورد و بزرگ میکند که دیگر همه جا پر از ترسک میشود. و اون نصیحت کنید، به جای اینکه همه تبسم کرده نگاه کرده شینیم، بگوییم که کارت درست نیست، نکن این کار. عکس این، مادر از اونجا و عروس با یک لحن بی‌زیبی یا حتی با نام بعضی حیوان‌های های این کار رو کن، این کار رو نکردی، تو خر هستی، تو چیزی دیگر هستی، همه آرام هستند. او خوشتامن است، برای او دیگر حق دارد و صاحب تخت همه کارو میتواند. نه فرزندش باشه هم حتمی نیست داد و فغان کنه. بالای پدر و مادر داد و فغان زدن گناهی کبیر است، اما با یک نصیحت، حدی اقل با یک نگاهی که تو از این گفتش راضی نیستی، یک بار دو بار از نگاهی تو باید بفهمد که از این کارش تو راضی نیستی، دیگر این کارو نمیکنه. نفران مظلوم هم در ما مشکل این گونه هست، یعنی ما را این گونه تربیت میکنن، علاوه خصوص زنها رو. هر چی گفت سرت باید خم باشد، هر چی گفت باید مراسا کنی. مراسا چیزی دیگر است. سرخم کردن و یک انسان رو به اندازه خداوند برآوردن چیزی دیگر هست. وقتی یک نفر هر چی میگه تو سر تو خم است، دیگر تو از او اینقدر ترساری که گویا از خدا میترسی، گویا که او همون لحظه قادر است تو رو نابود و بدبختت کنه. باید بگفت که این گونه با من صحبت نکن. یعنی زنها هم، خود نفران مظلوم هم باید بگوین که با من این گونه مناسبت نکن، با من این گونه صحبت نکن، من به این گفته ای تو لایق نیستم، تو حق نداری. آره بگو خطا کردم، خطایم رو بگو، اما نه با این لحن، نه با این شیوه، نه با این تحقیر. چیزی دیگری که اینجا هست، زنهایی هستن که میگن من به شوهرم گفتم که ظلم نکنید، خیلی رنجید و از خانه برآمده رفت، بگفت که خود من از تو راضی نیستم، من آیا گناهگار شدم؟ یعنی همین گونه سوال اینقدر عزیزان زیاد است. شوهر ظالم است، باز بالای این او میگفته است من راضی نیستم و زنها در ترس هستن که من چیکار میکنم. یعنی وقتی که او ظالم است، راضی نبودن او کجا کار میکند؟ حتما باید زنی بگوید که عزیزی من، شوهرم کاری که میکنی خطا هست، ظلم است، به خود بیا، از این بترس. اگرچه خیلی قهر و غضب داشته باشد، اگرچه خیلی عصبانیت، در وقتی عصبانیتش نه فرصت هست. البته یک انسان اگر مریض نباشد او همیشه عصبانی نیست. انسان هایی که 24 ساعت اونها عصبی هستند و یگان کلمه یگان نفر رو دیگر برداشت کرده نمیتواند، بیمار هستند. مکان اونها دیگر روان پزشکی است، نه خانواده. اما انسان هایی که گاهی عصبی میشوند و دیگر آرام هستند، در آرامی بگویید که کاری که میکنی، ظلمی که بالای فرزندها میکنی، طعنه و بعضی از تحقیرهایی که میکنی، این حق تو نیست، این حق تو نیست، نباید این گونه نابود کنی. و اینجا مسئله دیگر هست، مسئله زنها. یعنی شوهرهایی هستند که 24 ساعت دعای بدی زنی خود را میشنوند. یک چیز عادی هست، بر علا در تلفن زنی خود
میبینند که چقدر علیه مادر آنها، خواهر آنها خبرکشی ها میکند، غیبت ها میکند، هزار و یک کارهای دیگر میکند. آرام است. یعنی این چی است؟ دیگر یک عادات عائلوی هست که به این کاردار نباید شد. زنها بین خود حل میکنند. تو باید حل کنی. اینجا مسئله تو هستی که این زن به این خانواده آمد. تو نمی بودی این زن نمی آمد. خواهری تو، مادری تو به خاطر تو با همین زن دارن خش و تباری میکنن و آبروی آنها رو میبرد. حتما من نمیگویم با جنگ و جنجال. اینجا مشکلی در این است که ما وقتی میگوییم از دست ظالم بگیر، از دست ظالم بگیر و نگذارید ظالم در ظلم خود دوام دهد، اکثریت راهی حل رو در جنگ و جنجال میبینن. همان روز دیگر نه تو ظالم هستی. من شنیدم مسلمه احمدی گفت که یکی با جنگ و جنجال شروع نشود. حتما یعنی در سوره نساء الله وقتی درباره منافقین صحبت میکند، در دوامش الله میگوید و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا. اگرچه الله دیگر منافقین را نمیبخشد، اگرچه آنها خیلی دارند با دین الله، با شریعت الله، با پیامبر الله بازی میکنند، اما پیامبر تو و قل لهم فی انفسهم قولا بلیغا، با آنها سخن بگو که به قلب آنها تاثیر کند، به قلب آنها تاثیر کند. این گونه با آنها صحبت بکن. ببینید یک حالت های هست، یک فرصت های هست که فقط یک جمله یک انسان رو کاملا تغییر میدهد. شاید بعضا یک اشک، یک آب دیده که همین کاری که میکنی اینقدر مرا میرنجاند، اینقدر مرا به داد فغان می آورد، اینقدر مرا از درون نابودم میکند. یعنی بعضی فرصت های هست، بعضی صحبت های هست که شما با یک جمله اتون یک نفر ظالم رو درک میدهید که این کاری که میکنید چند نفر رو دارد میشکند، پاره میکند. اما ما این گونه فرصت ها رو تقریبا استفاده نمی کنیم. ما در عصبانیت با جنگ و جنجال، او میگوید تو میگویی، نه او یگان کلمه تو رو در خاطر دارد، نه تو یگان کلمه او رو. برای که هر چیزی که گفتیم زمانی گفتیم که غضب عصب ما رو کاملا پوشیده بود و زبان ما هم در کنترل ما نبود و گوش ما هم دیگر چیزی رو نمیشنوید و میدونیم که غضب و عصبانیت انسان رو کاملا میپوشاند. انسان کلا کنترل رو از دست میدهد. در وقت غضب یگان نفر رو در وقت غضب نباید نصیحت کرد. اما فرصت ها رو به دست گیریم. فرصت هایی هست که ما میتوانیم یک سخن گوییم که اون انسان ظالم یک به خود می آید. اما وقتی برعلا در خانه ظلم رو دیدیم، تحقیر کسی رو، مسخره کسی رو و کسی کار فرمودن در حالی که تو خودت کاری تو هستی باید بکنی، تبسم نکنید. به خاطر الله تبسم کرده به اون ظالم نگاه نکنید. حداقل نگاهی کنید که او حس کند که کاری که او کرده ایستاده است طبیعت انسان رو قبول ندارد. اعضای عائله‌اش از آن نفرت دارند. تا اینکه بار دیگر این را نکند، تا اینکه بار دیگر این را نکند. اما برعکس این هستیم. و جای نصیحت جنگ و جنجال میکنیم که تاثیر ندارد. و جای اینکه به ظالم حداقل اگر گفته نتوانیم با زبان جسد میگویند، با زبان جسم، با یک نگاه حرکت نارضایی خود را نشان دهیم، با یک تبسمی که ما راضی هستیم و ظالم قوت میدهیم و دیده ایستادیم که ظلم در خانواده ها هم دارد می افزاید، ولیکن جزای این هم دارد در دنیا هم بالای اکثریت مردم می آید. با امید آنکه این گفته ها در خانواده شما عملی شود و نه ظالم باشید نه مظلوم باشید و نگذارید که در خانواده شما کسی به کسی ظلم کند. شما آن را به الله یگانه میسپارم. تا برنامه های دیگر در پناه الله باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسرار درون آستانه شما، این مقدسات خانه شما، آبروی اهل کاشانه شما. پذیرا باشید صدای رادیو پیام با برنامه آستانه.